خوش آمدین به ویدیو جدید ما. در این ویدیو مراحل ساخت کفگیر و سلماق و چالش ها و مشکلاتی که پیش رو میشه میخوایم به شما بگویم و به شما به این شکل یک محصول جدیدی میخوایم به شما بسازیم. ابتدا ما آلومینیوم داخل کوره مندازیم تا اینکه اینا آب شوند و اندازه آلومینیوم کافی نبود و ما یک اندازه آلومینیوم دیگه هم اضافه کردیم و این بار برای قالبش تنها از خاکستر استفاده نکردیم چون اندازه بزرگتر بود و به خاطر ما از ریگ دریایی هم استفاده کردیم چون قالب محکمی ترتیب میشن و قابل انعطاف پذیر نیستن و ما از خاکستر و ریگ دریایی استفاده کردیم. خب ابتدا قالبش رو میسازیم و اندازه اینها را ترتیب میکنیم و خود آلومینیوم بالای آن اضافه میکنیم و به این شکل آلومینیوم بالای اینا انداخته میشن و اندازه باید صبر بکنیم تا اینها سخت شوه و البته ضایعات هم دارن که اونا قابل استفاده دوباره را ندارن و به این شکل قالب ابتدای ما ساخته شد. خب ما کار را شروع کردیم و به این شکل در اولین امتحان ما البته کفگیر ما از دسته خراب شد و به این شکل اینا پریدن و ما مجبور شدیم دوباره اینا را آب بکنیم و دوباره اثر شروع بکنیم که این اولین مشکل ما بود. اما ما سرماق ادامه دادیم تا اینکه را تکمیل بکنیم و خب تا این قسمت سرماق ما تقریبا تکمیل شدن و امتحان دوباره را شروع میکنیم بالای سرماق و یک اندازه آلومینیوم هم دوباره اضافه میکنیم و قسمی که قبلا قالبش آماده کرده بودیم بالای اینا اضافه میکنیم و چون یک اندازه آلومینیوم اضافه تر شدن و ما اونها را به سرماق و کفگیر جدید هم اضافه میکنیم و به این شکل ما مشکلاتی روبرو میشیم که یک بار امتحان میکنیم و دوباره شاید در بعضی از کفگیرها و سرماق‌ها ما حتی 3 بار یک آلومینیوم آب میکنیم و دوباره به این شکل یک جنس میسازیم. برای بعضیا آسان معلوم میشن اما مشکلات و چالش های خود هر شغل دارن و اینا بیشتر وظیفه دشواری است. خب و یه هم دسته
کفگیر و سرماق هستند که اینا را ساختیم و به این شکل یک جنس جور شد و ما اینا را ساختیم و تشکر از تماشای شما.